شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتاری 24 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. این تابستان برای مارتین ایدن عجب تابستانی وزنین بود. محرران و تخریزنویسان برای استراحت به هر طرف رفته و دستنویسایی که عادتاً بعد 3 هفته برگردانده می شدن اکنون در ردکسیون 3 ماهی می خوابیدند. اما ژورنال چیکاگو گلوبوس از همه زیاده دل مارتین را خون کرد. مارتین بعد دودیلگی های زیاد به هر حال قرار داد که ترانه های بحر را چاپ کناند. شعرها که آنها را 10 ژورنال ها رد کرده بودند نهایت در ردکسی گلوبوس به خود قرارگاه آرام یافتند. در همه این ناکامی ها تسلای دل مارتین خاطره $40 از موش سفید گرفته‌اش بود، ولی تا رفت بیشتر وقت خود را به تالیف چیزهای میده چویده سردرآمد صرف میکرد و بناخواست به خود در ژورنال های خواجگی قشلاق و تجارتی نانخانه یافت و حتی با ژورنال هفتگی دینی رابطه پیدا کردنی شد، اما فهمید که در اینجا از گرسنگی مردنش مقرر است. در لحظه های دشوارترین هنگامی که کاستیومی سیاهش باز به گرو گذاشته شده بود، در سبقتی که کابینت آکروگ پارتی ریسپوبلیکوی اعلان کرده بود به ناخواست کاری مارتین آمد کرد. اصلا این حتی 1 سبقت نه 3 سبقت بود و مارتین در هر 3 آنها غالب برآمد. او به حال خود گریه آمیز میخندید. با آن میخندید که با همین راه و واسطه ها روز گذراننده ایستاده است. دوستانی او با مکافات یکم به مقدار $10 سرفراز گردانیده شد. سوره تشویقاتیش مکافات دوم را به مقدار $5 گرفت و نهایت مقالش درباره وظیفه‌های پارتی ریسپوبلیکوی باز هم سزاوار مکافات یکم به مقدار $25 دانسته شد. برای بارو واخوردن مارتین مجبور بود که فریبگری را پیشه کند، از بس که تا اوکلند شمالی تا خانه مارسا راه پیاده وقتی خیلی زیادی را می‌گرفت. مارتین قرار داد که ولوسیپد را از گرو برآورده کاستیوم سیاهش را در گرو ماند. ولوسیپد سوار به نزد روف رفتن وقتش را صرف می‌کرد و مشق خوبی جسمانی بود. دایره خاص که مارتین با آن در مهمانخانه مارسا دوچار می‌آمد و به نمایندگانش هنوز به همین قریبی با نظر احترام می‌نگریست، اکنون غشش را می‌آورد. آن محفل به نظرش دیگر محفلی خاص نمی‌نمود. حیاتی وزنین، کاری پرشدت و به موفقیت‌های دائمی مارتین را عصبی و تندمزاج کرده بودند و از سفسطه‌های این آدمان جنونش می‌آمد. دیگر همه عقیده پرستانی ناتوان، آدمان ناچیزی فکرشان ناچیز بودند و بس. جهالت آنها مارتین را به تعجب می‌انداخت. برای چی آنها اینقدر نادانند؟ آنها دانش خود را در کجا گم کرده باشند؟ آخر آنها عیناً همون کتاب‌هایی را خواندند که او خوانده است. چی شد که این کتاب‌ها به آنها سود نبخشیده است؟ مارتین می‌دانست که در عالم خردمندانی بزرگ، متفکران حقیقی و اصیل وجود دارند. بهترین اثبات این عقیده کتاب‌هایی بودند که به او برای بالا شدن از محیط مارزا کمک رسانیدند. خیر، او برای خود به بالا راه می‌کشاید و روف را هم از پس خود می‌برد. مارتین او را صمیمانه دوست می‌داشت و دلش پر بود که روف در همه جا هنر و استعداد خود را نشان داده می‌تواند. مارتین هر قدر بیشتر اندیشه ورزد، عقیده‌اش همان و قوی‌تر می‌گشت که فرق میان این ادوکات‌ها، افیسرها، کارچلان‌ها، بانکرها از یک طرف و آدمان طبقه‌های کارگری از طرف دیگر چندان کلان نیست. شما سوسیالیست‌ها را چشم دیده ندارید و از آنها می‌ترسید، گفت او بار هنگامی خوراکخوری به میستر مارس.
ولی برای چی؟ آخر شما نه خودی آنها را میدانید و نه عقیده‌شان را. گپی سوسیالیسم بعدی آن کشاده شد که میسیس مارز در حق میستر خپگود متو سنهای نوبتیش را خواند. مارتین تاب و طاقت این پس فطرتی خود پیسن را نداشت و نامشان شنود جنونش می آمد. ها گفت مارتین، چارلی خپگود آیندی کلان دارد. این را همه می گوید و این راست است. با فکر من وی هنوز خیلی وقت پیش از مرگش به کرسی گوبرناتوری می شیند. ممکن است حتی سناتوری شتات‌های متحده هم شود. برای چه شما این خیلی فکر میکنید؟ پرسید میسیس مارز. هنگام معرکه پیش از انتخاباتی من نطقی وی را گوش کردم. نطقش به درجه عاقلانه و احمقانه، این چونین بیمزه و در عین زمان چنان اعتماد بخش بود که پیشوایان وی را باید کاملا آدمی باوری بخش و بی‌ضرر دانند. شما البته شوخی میکنید؟ خونسردانه پرسید میستر مارز. ذره هم شوخی نمیکنم. من کاملا جدی گپ زده ایستادم. شما با برابری باوری دارید، اما در اصل به اتحادیه های کپیتالیستی خدمت میکنید که فکر و ذکری آنها علاج کرده گورانیدن این برابری است و بس. شما را محض برای آن سوسیالیست میدانید که من برابری را انکار میکنم و آن پرینسیپ را تصدیق میکنم که اصلا گیریم شما با تمام فعالیت خود آن را به ثبوت میرساند. تکرار میکنم، من شخصیت پرستان باشند دشمنان ابدی، دشمنان ازلی سوسیالیستانند. اما شما با جماعت‌های سوسیالیستان میروید. خشمگینانه گفت میستر مارز. البته چون که جاسوس به قرارگاه دشمن میرود، من هم به جماعت‌های سوسیالیستان میروم، وگرنه دشمن را آموخته میشود مگر؟ نمیفهمم، گفت او ورق را به خواهرش دراز کنان خودت خواند و گوی که این چه شرمندگی دارد. حتی خطا نکنم تو همین خیل گفتی؟ مادام که وی میگوید پس راست است. خیر گوش کن مرین، آخر این ابلهی است. به گپ سر کرد مارتین، اما از فکرش گشت. در مقابلش دختری بدبخت می نشست. به شوهر شونده وی گپ معقول کردن چه اندازه دشوار باشد، به وی هم عیناً همان اندازه دشوار بود. مارتین نقص فهمید که این عجب کاری بی‌معنی است و با وجود این به گفته خواهرش سر فرآورد. مایلش گفت او و دستنویس را تیکه تیکه درانده به سبد پرداخت. نسخه اصلی فالبین دختر در اداره یک ژورنال نیویورک بود و همین چیز به او تسلی می بخشید. مرین و شوهرش این را هرگز نخواهند دانست و از چاپ شدن شعری خردکی که بی ضرر نه آنها ضرر می بینند و نه مارتین و نه عالم. مرین به جرأتانه دست سوی سبد دراز کرد. ممکن؟ پرسید او. مارتین سر جنباند و کاغذ پاره های دررانده شده دلیل شیعی با موفقیت اجرا گردیدن سپارش را غنداشته به جای بش انداختنی خواهرش را تماشا کنان خاموش می نشست. مارتین با مهر و محبت به کتاب‌های خود نظر افکند. یگانه دوستانی همیشه وفادارش آنها بودند. چی؟ تو چی گفتی؟ ناگاه تکرارا پرسید و تعجب کنان. مرین سوال خود را تکرار کرد. برای چی من کار نمی کنم؟ مارتین خنده کرد ولی خنده‌اش چندان صمیمی صدا نداد. گرمانت پرس گفت. مرین به علامت این کار سر جنباند. راستش را گوی گفت با آهنگ جدی مارتین و مرین خجالتمندانه سر پیش افکند. تو رفته به گرمانت گوی که به هر آش خیله و به هر کاسه چونچه نشود. اگر به عروسش بخشیده شعر نویسم ممکن است به وی دخل داشته باشد، لیکن به کارهای دیگر مداخله نکند. فهمیدی؟ تو گمان میکنی که از من نویسنده نمی براید؟ دوام داد سخنش را او. به فکر تو من بیراه شدم و با عائله‌مان اسناد می آورم؟ همین طور به فکر من تو به خودت کاریابی بهتر می شود، گفت با قطعیت مرین. و مارتین دید که خواهرش صمیمانه حرف می زند. گرمان می گوید که جین زند گرمانت را. حلیمانه سخنی را برید مارتین. بهترش تو به من گویی که تویتان کی و از
دیگر منت پرس که وی آیا برای از من تحفه قبول کردن تو لطفاً اجازت می دهد یا نه؟ مارتین بعد رفتن خواهرش در بالای این واقعه دور و دراز با زهرخنده معاینه آب کرد. هنگامی که شبه آخری ناپدید گشت، بناخواست شبه دیگر، شبه ناگهانی و ناخوانده پیدا شد. این شبه جوانان ایامی بود که کلاهی لپروسه بسر و کمزولی دوباره به بر داشته الوانج خورده راه می گشت. این شبه مارتین ایدن گذشته دور و دور بود. تو هم چندان از آنها فرق نداشتی آشنا، مسخره‌آمیزانه گفت با او مارتین. تصورات معنوی تو هم عیناً مثل تصورات معنوی آنها بود و تو هم از آنها بیشتر چیز نمیدانستی. تو نه بسر فکری داشتی و نه بدل غمه. و گویا در جواب این که قیافی شبه زود دیگرگونی به عمل آمد، کمزولی درشت و کلاهی لپروسه غیب زدن جای آنها را سرلباسی عادی گرفت. در چهره با حقیقت و زیبایی سر و کار داشته شده و روح و تراوت تازه پیدا کردهش اثری بیرحمی نماند و آن از شعله باطنی منور گشت. شبه اکنون به مارتینی حاضر خیلی مانند بود. وی در نزد میز ایستاده سر به بالای کتابی کشاده هم کرده بود که به آن روشنی چراغ می افتید. مارتین به سرلافه نگریست. این اساسای استتیکا بود و مارتین خودی همان لحظه با کالبودی شبه در آمده با وی یک شده به سری میز نشست و مطالعه غوطه‌ور گشت. روز دیگر ماری که بار دیگر سخت به هیجان آمد به نزد مارتین باز مهمانی عجیبی آمد. اما این دفعه ماری ذره دست و پا نخورد و حتی به مهمان تکلیف نمود که در مهمانخانه منتظر شود. به خانتان به پشت در آمدم، خفه نمیشوید؟ پرسید بریسیدن. نه شما چه میگویید؟ ندا کرد مارتین دستی او را سخت فشرده و سپس به مهمان یکی و یگانه کرسیش را مانده خود به لب کت نشست. اما گوید که شما آدرسی ما را از کجا دانستید؟ به خانه مارزها سیم زدم. به نزد تلفن خودی میس مارز آمد و آن شما در اینجا میبینید. بریسیدن دست به کیسه پالتو انداخته کتابی خورده را برآورد. آن به شما کتابی اشعار یک شاعر گفت و کتاب را بر روی میز نهاده ایستاده خوانید و به خودتان نگاه دارید، گیرید. داد زد و در جواب اعتراض کارانه ایما و اشاره کردن مارتین. به من کتاب چی لازم؟ امروز پگاهی باز خون پرتافتم. شما ویسکی دارید؟ البته نیست. یک دقیقه صبر کنید. او تیز از جا خیست و از خانه به در رفت. مارتین از پسی او نگریسته به دل غمگین بدید که کتفانی احتمال یک وقتا توانای این مردی الحال دردمند به بالای صندوق دلش فرو رفته است. شاتلندیش نبود است گفت. برگشته آمده بریسیدن. پدر قصور فقط امریکاییش رو فروخته ایستاده است. اما من به هر حال یک شیشه گرفتم. من حاضر به بچه ها یگان تاج را برای لیمو میفرستانم. انا بعد گراگ میکنیم. گراگ نوشاکی بلندتر از عرق یا روم که به آن آب شیر گرم همراه کرده می شود. تکلیف کرد مارتین. عجیب، مارلا او برای چنین کتاب چقدر پول گرفته باشد؟ تخمین $50 جواب گردان بریسیدن. همینشم بد نه. شکر کنید که ناشر آن را توکل چاپ کرده است. پس با نظم روز گذرانیده نمی شود؟ در آواز مارتین درد و علمی سخت صدا داد. البته نه. کدام احمق با این کار شغل می ورزد؟ شعر بافی کار دیگر. انا بریوس، ویرجانیا، سپرینگ یا سجویک بر اینها معیشت دارند. کاردشان بالای روغن. آیا میدانید که منقدان درباره او چی می نویسند؟ جین زند این منقدان را، این بیهنران هوا بلند را. عموما آدمانی که خود نویسنده شده نمی توانند درباره نویسندگان حقیقی از حد زیاد محاکمه می رانند. ندا کرد مارتین. مثلا در حق استیونسون چی سفسطه هایی نگفتند؟ کژدمان تگی بوریایی گفت بریسیدن با تنفر دندانهایش را به هم فشرده. من این طایفه را نغز می دانم. آنها
به استیونسون برای مکتوبی به حمایه پدر دمیان نوشته او یک عمر زهر می زدن، گوشتش را از استخوانش جدا می کردن، بر می کشیدن و غیره و به قالب منی ناچیزی خود انداخته اندازه می کردن. علاوه کرد مارتین. چی خوب گفتید. ها البته آنها همین این زیبایی، صمیمیت و نجابتی را که استیونسون دارد به خاک سیاه زده مردار کرده. به تحسین آمیز دست به کتف او زده می گفتند آفرین فیدا، تو در بین سگان هم تا نداری. مارتین از شعرهای بریسیدن به وجد آمد و چون دانست که او حتی از پی چاپ کردن آنها نشده است بسا تعجب کرد. مارتین تکلیف کرد که او شعرهایش را به یگان ریدکسی فرستاند. خاک به سری همه ژورنال های ما، گفت در جواب بریسیدن. شما زیبایی را برای زیبایی دوست دارید، ژورنال ها را باشد فراموش کنید. آه مارتین ایدن، شما بهترش به کشتی ها برگردید، به بحر برگردید. مصلحتم همین. به شما اینجا این التاخانه شهر چه لازم؟ آخر شما برای قانع گردیدن احتیاجات ژورنال ها شده زیبایی را همچون فاحشه پیشکش نموده هر روز یک بار خودتان را میکشید. شما ژورنال هایی در بدلی 1000 سال برآمده را خوانده برایید و در آنها چیزی نمیابید که اقلاً به یگان سطر کیتس هم سنگ شده تواند شهرت را هم فراموش کنید و طلا را هم و خودی پگاه به سفری بحر برایید. من نه برای شهرت جان میکاهانم بلکه برای محبت. خنده کرد مارتین. در عالم شما یقین برای محبت جای نیست. در عالم من باشد زیبایی کنیزی محبت است. بریسیدن با او شوق و ذوق و ترحم نگریست. عجب، حالا جوانید شما مارتین. آه چی خیل شما حالا جوانید. شما با فضاهای بلند پرواز میکنید، اما هوشیار باشید بالهایتان بسا نازکند. آنها محبت را وصل میکنند، نه کدام یک گریبان چاک را اعتراض کرد مارتین و دوباره خندیده فرستاد. فلسفی بی عقلی آتشی شد بریسیدن. اگر یک کس تریاک کشیده غرقی خیالات شیرین می شدم، من به این باوری حاصل می کردم. هوشیار باشد این شهرهای بورژوازی شما را نابود می کنند. او برآخاست از سخن باز ماند و به مارتین نگریست. به سرش ناگهان خیال زد، فکرش را منور ساخت. در چهرش ifade دهشت و حیرت هویدا گشت. و شما سانت‌های محبتی عجیبی خود را به همین مادیانی رنگ پریده و عاجز بخشیده نوشتید؟ در خودی همان لحظه مارتین بریسیدن را از گلویش گرفته چنان تکان داد که دندانهای وی شقر را زدند. اما مارتین در چشمای بریسیدن از ترس و هراس آثار ندید. در آنها فقط یک حسی کنجکاوی و استهزایی ابلیسانه را دید و بس. بریسیدن خیلی وقت نفس راست کرده نتوانست و نهایت نفسش را راست کرده خندیده فرستاد. اگر جانی مانده‌ام را افشانده می برآوردید، مرا یک عمر از خود منتدار می کردید. گفت او. وقتای آخر از چی باشد که عصبهایم بیجااند. خود را سفید کردنی شد مارتین. امیدوارم که شما را چندان سخت آزار ندادم. من حاضر خوراکی تازه تیار می کنم. اوه شما ایلین بچه. ایلین اهل یونان قدیم، ندا کرد بریسیدن. شما چندان به قدری پیکری خود نمی رسید. شما عجب زور و توانایید. تا پتیار پلنگ زاد. شیر بچه هی هی. هر چی خواهید گفتن گیرید. گفت مارتین. از دو سر مرا از فکرم برگردانده نمی توانید. برای آن نمی توانید که تجربه حیاتی شما دیگر و تجربه حیاتی من دیگر و هر یکی ما به طریق خود حقیم. فکر و عقیده آنها دایر به محبت، دایر به ژورنال ها و باز به بسیار دیگر چیزها به هم موافق نمی آمد. اما صرف نظر از این آنها مشتاق صحبت یکدیگر بودند. بریسیدن هر دفعه با خود حتما یک شیشه ویسکی می آورد و هنگامی که آنها یک جای در یگان رستورانی خرد خوراک می خوردند، وی ویسکی شاتلندی و آبی سادناک می فرمود. پولی خوراکی هر دو را همیشه بریسیدن می داد و به شرافتی وی مارتین از بسیار خوراک‌های زوک خبردار گشت و نخستین بار لذتی می شامپان و گلدسته رین وین را چشید. با وجود این همه بریسیدن برای مارتین معما بود. وی که ظاهراً مردی زاهد می نمود، به بیماری خود نگاه نکرده به قدر لذت زندگی می رسید. وی آدمی بود که
گذشته نداشت در خصوص آیندهش باشد همین را گفتن کفایه بود که پایش در لبی گور اما حالا اندرون دیگی زندگی می جوشید. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. анҷоми гуфтори 24 коргардон Даврон Соҳибзода шоду сарбаланд бошед.